هیواد افغانستان د ډیرو تاریخي او فرهنګي شتمنیو خاوند دی. د هیواد تاریخ دا ښیي چې افغانستان او افغانانو د منطقه‌ایي او جهاني فرهنګ د جوړېدو او پرمختیا په پروسه کې د پاملرنې وړ رول لوبولی دی. راځئ چې اوس د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې و پروګرام ته وګورو چې محمد بشیر یې تهیه کړی او فریما اختر یې وړاندې کوي. بینندگان عزیز تلویزیون آریانا با عرض سلام، بحث در مورد بلخ در دوره سامانیان را ادامه می دهیم. در جمع دانشمندان آن دوره ابن سینای بلخی متوفا 1037 شناخته شده ترین و معروف ترین آنهاست. او در مدت نسبتاً کوتاه عمرش 99 کتاب علمی و فلسفی نوشت. کتاب‌های شفا در فلسفه و القانون فی الطب مهمترین آثار اوست. شفا هنوز قوی‌ترین کتاب فلسفی است و قانون که در دوره رنسانس به زبان لاتینی ترجمه شد و تا قرن 17 یعنی 3 قرن بعد از رنسانس و بیداری و خیزش اروپا مهمترین کتاب طبی در اروپا بود. حتی تا قرن 19 که مشهور به قرن غرور علم است در دانشگاه‌های اروپا تدریس می‌شد. خوارزمی یکی دیگر از دانشمندان این دوره است، کسی که ریاضی امروز نیز مرهون معادلات پیچیده ذهنی اوست و بدون شک انکشافات جدید ریاضیات امروز را میتوان به نحو به او برگرداند. کتاب الجبر و المقابله خوارزمی در قرن 12 میلادی به زبان لاتین ترجمه شد و تا قرن 16 2 قرن بعد از رنسانس به عنوان مهمترین کتاب درسی در دانشگاه‌های اروپا تدریس میشد. در واقع اروپایی ها از طریق کتاب الجبر و المقابله با ریاضیات آشنا شدند. بنابراین پدر ریاضی به عنوان یکی از مهمترین علوم پایه در اروپا خوارزمی است. ابونصر فارابی متوفا 950 میلادی مشهور به معلم ثانی شخصیت علمی دیگر این دوره است. معلم اول ارسطوی یونانی است. فارابی به مبنای فلسفه ماهوارای طبیعی یونانی فلسفه اسلامی را بنیانگذاری کرد. کتاب فصوص الاحکام قدیمترین کتاب در زمینه فلسفه اسلامی از اوست. در کتاب‌های آرای اهل المدینه و الفاضله و سیاست المدنیه فارابی به فلسفه سیاسی پرداخته است. وجود این کتاب‌ها نشان می‌دهد که در مدارس آن روز علوم اجتماعی نیز مطرح بوده است. فارابی در عین حال یک موسیقیدان بود. کتاب الموسیقی الکبیر آوی نظرات وی در زمینه موسیقی است. میگویند موسیقی فارابی تأثیر معجزه آسا بر شنوندگان داشت. فیلیپ خلیل استاد دانشگاه کلمبیا در کتاب تاریخ عرب به نقل از ابن خلکان می نویسد: فارابی در مجلس سیف الدوله همدانی عود می نواخت. در پرده اول همه حاضرین را شدیداً خنداند و در پرده دوم همه را گریاند و در پرده سوم همه را به خواب عمیق فرو برد. این خبر حتی اگر مبالغه آمیز باشد نشان دهنده سطح بسیار بالای هنر موسیقی در این دوره است که متاسفانه برای همیشه در تاریخ محو گردیده است. بینندگان عزیز تلویزیون، آخرین قسمت این برنامه را در هفته آینده ارائه خواهیم کرد. خدا نگهدار.